یه شاپ سنتر تقریبا بزرگ و معروف این منطقه کوستا دل سول که توی ماربیا است به نام لاکانی. اینجا فروشگاه‌های تقریبا معروف همه اینجا هستن، معروف معمولی هستن مثل زارا، اچ&ام و کیکو. یه سری برندهای لوکس هم هستن مثل گنت و بوس، ولی لاکچری ها اینجا نیستن مثل لویی ویتون یا حالا برندهای خیلی لاکچری دیگه توی این پاساژ نیستن، ولی پاساژ خیلی بزرگ و خیلی معروف و خیلی برندهای شیک و مرتب و ترتمیز که تقریبا میشه گفتش که حداقل خودمون وقتی اینجا هستیم یه هفته دوبار اینور میرم. خب بریم که ببینیم. اینی که من از این به بعدشو ببخشید از این به بعدشون میسپرمتون دست خانومم، چون من حوصله از این چرخهای اینجا نداره، شاپینگ نداره. میرم میشینم یه جا برای خودم یه کافی میزنم با لیو، یه دخترم میچرخه با خانومم همه چیزی بهتون نشون. آره خانم کنگاوری؟ بله ما رفتیم. بله همه رو دست شما نامردی نکنی نشون ندی. نه نشون میدیم، شاپینگ هم میکنیم. نه اونو مواظب باش. کارتو بده من. کارتو بده من. البته خودم هم زارا میخوام برم. یه کد دیدم میخوام برم ببینم اگه حراجی خورده بزن. ولی بهم میاد. یه کد یه دونه هم پیرن دیدم توی مانگو. یه کد هم دیده بودم توی مانگو. اونم میخوام برم ببینم. بریم تو منگو پس. نه اونجا که مانگو زنده است، من مانگو ندارم. آها ولی خودش همه چیز داره دیگه. میخواد همه چیزو بخره ولی نمیشه. ما میریم این تو. سگ تو بگیر. بدین لیو رو بگیر. این خوشگل بود. خیلی خوشگل بود. بذار ببینیم. پولیسش میشه 200 کرون مثلا 19 یورو. نه 200 کرون. اینم 28. اون قسمت هم که کیف و کفششه. این کلاه خیلی خوشگله. شبیه کیفای باحالی هم داره. از تابستون خوشگله. Çok güzel. یه کفش فروشی آلمانیه که قیمت‌های تقریبا خوبی داره. بریم توش ببینیم چیا پیدا می‌کنیم. آره کفششون خیلی باحاله. ارزون هم هست. برای تابستون خوبه این سریاش. من دنبال یه سری کفش میگردم اگه پیداشون کنم. این کفشای این بالرین کفشاشو میخوام. حالا نمیدونم. اینام خوشگله. چرا دیگه اینو نگاه کردی سری قبل؟ آره ولی اینم خوشگله. من اینا رو دوست دارم ولی هم ساده است هم میشه با همین چیز ست کرد. تو اونو برداشتی. خب حالا میریم توی زارا.
سته خیلی قشنگه پانی. این پایین مردونشه، زارا مرد. اون قسمت مال بچه هاشه. یه قسمت داره برای پارفیم، اتکلون و لوازم آرایش و یه قسمت داره فقط کفش و کیفاشو گذاشته. امسال خیلی از این مدلی ها مد شده. دگمه هاش این شکلی مدلی نیسی فکر کنم. اینجا قسمت کیف و کفشاشه. این کیفه چقدر جالب بود. خدای این بیژاما قدیم با بزرگامون میپوشیدن. رنگای مختلف هم داره. خیلی زشته. شاید یه سری هم تو خوششون بیاد. این مغازه چیزای خیلی قشنگی داره. بریم توش ببینیم. شلواره خیلی قشنگه. این قسمت هم وسایلای گوشواره و دستبند و کیف و مایه و اینجور چیزا داره. اونور ویکتوریا سیکرت و هالیستر و اینجا هم که بشگر. فکر میکنم بیشتر یا بشگر رو بشناسین. قیمتش تقریبا خوبه و خیلی مال تینیجا و دخترای مثلا جوونه خیلی تیپش. میخوام برم کیکو ببینیم چیزی پیدا میکنیم اونجا یا نه. اینجا مغازه کیکو.
خب یه کوچولو خرید کردم تو کیکو دیگه. تقریبا اینجا آخر این پاساژه. میخوام برم طبقه بالاش. الان اینجا میشه رستوران و کفش فروشی و شکلات فروشی و همه چی هست. بریم یه ذره شکلات بخریم. نام به نظر خوب میاد. Hola. حالا داریم برمیگردیم بریم یه چیزی بخوریم چون خیلی گشنمونه. یه عالمه توی این فروشگاه چرخیدیم. یعنی من که رفتم نشستم یه قهوه خوردم. فوقش یه زارا رفتم. حالا شاید بعدا بریم یه کت دیدم قشنگ بود، کت جیب. هم آزمایشش کنم. یه چند تا پیرن دیدم، منگو هم رفتم و اینا. بعد نشستم کافی خوردم. خانم هم ماشاءالله رفت دونه دونه مغازه ها رو چرخید و بهش گفتم براتون تعریف کنه ولی میگه نشد. خلاصه ببینیم چی میشه. دیگه گشنمون شد گفتیم بیایم بشینیم اینجا این فود کورت یه غذا بخوریم. رفتیم تاکو بل. این دفعه اولمه من تاکو بل غذا نخوردم. تاکو خوردم ولی تو تاکو بل غذا نخوردم. دفعه اولم بخوریم ببینیم چه شکلیه. یه دونه تو چی گرفتی پانی؟ مختلف گرفتیم دیگه. جاتون خالی بریم غذامون رو بخوریم چون خیلی گشنمونه. من یه بوریتو گرفتم ببینیم چه شکلیه. جای شما خالیه. اینجا هم پرایم مارک جنسای ارزون داره. بعد همه چی هم داره. کفش فروشی. حالا میخوایم بریم زارا. اینجا هم طبقه دومش بود. البته یه قسمت هم اون برداره دیگه من نرفتم. و یه قسمت هم اون ته دست راست هست. تقریبا میشه گفت همه چی داره ولی مارکای خیلی معروف یعنی مثلا مارکایی که یه ذره گرون تره رو نداره. بری زارا؟ بریم نمیدونم بریم 50 تا پله برقی داره اینجا. 49 تاش فقط میاد بالا یه دونه میره پایین. یعنی میکشنت بالا قشنگ پیادت کنن. بعد دیگه موقع پایین رفتن دیگه تا همه فروشگاه چرخی اینی که داره میره پایین. آره راستی همش میره سمت بالا فقط همین یه دونه است میاد پایین. اومدی زارا؟ لیو چی میخوای بخری؟ چی میخوای؟ بریم برای لیو هم خرید کنیم. زبونشو زبون تاباکان تو همه جا میاد. حضور گل باغاست. اومدیم زارا قسمت مردونش. ببین معرفی داشتم این کتا رو گفتم چیه؟ کرم رنگ هم از رنگ سواله. این هم باحال. این البته نه اون گرونه واسه اینکه زارا باشه. این میدونی جیر بعدش چیه؟ این جیر رو فقط میشه این کشور گرمسیر استفاده. اونجا یه 2 تا آب بخوره بهش. مثلا کشور سردی مثل سوئد و اینا انقدر بارون میاد لک میشه. ولی حالا یه دونش میشه این فضول هم اومده. این فضول
ولی پیرن زیرش یه ذره بخوری پشتشو درست کن یه ذره خوب. درست نمیشه پیرن تو چی فکر میکنی لیو؟ زارامون هم که رفتیم کتمون هم که نخریدیم و اینا دیگه بسته خسته شده بریم خونه استراحت کنیم. این مغازه‌های اینا هم برندهای معروف پولو رپ لورن آره اینجا که من توش چندین بار رفتم امروز نمیرم خلاصه میاد و گنت مارک خیلی خوبیه خدایش لباسای قشنگی داره یه ذره گرون ولی اوکی دیگه میایم اوی مغازه چی؟ سس سسه اون سسه. سسه آره اون مغازه سسه حال نه تا چیز خاصی نداره لباس داره فقط لباس زنونه است آره خب دیگه برگرد بریم سمت ماشین دیگه بریم دیگه خدایی خسته شدیم دیگه 2.5 ساعت داریم میچرخیم 2 ساعت تو داریم آره خب فعلا خدافظ چی؟